دوستان عزیز درود. این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است و ما سر اول از نویدهای ترانسفری فوتبال وطن شروع میکنیم. بگشوده شدن این روزانه تابستانی ترانسفری تیم خوجند از 8 بازیگر خویش جدا شد و اینها هم شوروخ قرغیزبویف، فردوس چقالوف، لاینل آدمز، دالر یودگوروف، عبدالمومین زبیروف، ببومگین، دارکو بیدوف و کرامتولا سعیدوف می باشند. بعدی با قول سور کردن یک زمره بازیگران نتیجه های دسته از لب دریای سیر هم به مراتب بهتر شدند. پس معلوم می شود که مشکلی به میان آمده از خودی بازیگران بوده است. بازیگر شهرتمند تاجیک فتح‌الله‌یف را باشد دستای روشنی کلوب و اسخات زیر نشان گرفتند. بعدی بازگشت از رحمت گنج بنگلادش آخر ماه ایول یکی از این دستها با فتح‌الله شرطنامه همکاری امضا خواهد کرد و با احتمالات زیاد میتوان گفت که اینجا از دست شمالی ها هیچ چیز نمی آید. با تکیه بر رسانه‌های داخلی ورزشی میتوان علاوه کرد که یکی از بازیگران کلیدی روشنی کلوب محمد شریف سعید خوجا وابسته به پیشنهادها از داخل و خارج کشور میتواند دستش را ترک نماید. به نظرم اگر این بازیگر از تیم کلوب رود عوض کنندش را پیدا کردن خیلی هم مشکل خواهد بود. دالر یودگوروف باشد بعد گرفتن حرف جی کلان از ابردسته خوجندی در شهر ترسونزاده جای کار پیدا نمود. اگر همان فعل چپکنی دلخواستون دروازه ها تا حال هم باشد میتوان گفت که قبرهای آهنین و یا خود دودبراهای زوادی تلک هم به زودی چپه خواهند شد. در ردیف خوجند همچنین حاصلات فرخار نیز به تازه‌کنی هیئت پرداخته یک باره 9 بازیگر خویش را از نزد دروازه ورودی ناحیه فرخار گسیل کرد. بعد تماما به بازیگر ماندن حاصلات امین سبحانی و ستادش را ضرور است که در یک شبانه روز تماما خوب نروند و به جستجوی بازیگران برآیند. در شناسنامه خارجی محمد جان رحیموف باشد یک مهر سفری دیگر ضم می شود. بعد آنی که این نفر به صف بخارا می پیوندد صف بازیگران تاجیک در سوپرلیگ ازبکستان باز هم زیادتر می شود. چطوری در مورد مهلت رقابت پذیری بازیگران دیگرمان در چمپیونات همسایه کشور ناانیق می ماند، این مورد نیز بازی با کفالت را انتظار شدن مشکل است. اگر به ترانسفرهای خارج نظر افکنیم میتوان گفت که مارسل بر عوض 5 میلیون یورو امین خرید را از شالکه خریداری کرد. الیمپیاگی‌ها مراکشی 26 ساله را اخیراً بعد 2 سال جاروی پره از شالکه خودی کردند. یک خریداری دیگری دسته آوازدار مارسل در این تابستان ژافره کانداگبیا است که از اتلتیکو مادرید بر عوض 8 میلیون یورو خریداری شد. گفته می شود که فرانسوی 30 ساله بعدی بازگشت به وطن شرطنامه تا سال 2027 امضا خواهد کرد. مارسل که 2 نفر را خرید امیو باشد نخست از نالازم ترین ها خلاص شد و بعداً خریدها نیز انجام می دهد. ایتان لورد نفری گردید که بر عوض 750,000 پوند به بیرمینگم فروخته شد. دفاعگر 22 ساله انگلیس با تیم از چمپیونشیپ شرطنامه 3 ساله امضا کرد. بر زمین سفید اوانی سرخ را مارسل زابیتسر و واوت وگاردز ترک نمودند. نیمهویگر استرالیایی به باواریا برمیگردد، تیمی که میخواهد با ارزش 15 میلیون یورو از او خلاص شود. حمله‌ور نیدرلندی واوت وگاردز باشد بعد دایرکنی 17 بازی در صف یونایتد با بیارل میپیوندد. بر زمین گسیل‌کنی مجبوری 2 نفر دسته تنهاگ باز زیدان اقبال را بر عوض همگی 1 میلیون یورو به اوترخت هلند فرستاد. هم نام فرانسوی دستان با تیم هلندی شرطنامه 4 ساله است. با انجام سخن سر کارهای بازاری یونایتد میتوان گفت که این تیم یک قطار بازیگرانش را گسیل کرده توانست ولی تا حال در خریداری میسون ماونت دچار عذاب است. اکنون میگذاریم به نتیجه های کاری بازاری تاتنهم که این تیم لندنی در بازار چی یافت و چی از دست داد. نخست از آن میگویم که بر عوض 40 میلیون پوند استرلینگ جیمز مدیسون از لستری در حال شکست و ریخت قرار داشته را
خریدند. شرطنامه مدیسون تا سال 2028 مهلت دارد. در صف لستر باشد جیمز از سال 2018 برآمد کرده در موسم قبلی بر زمین 10 گل در 30 بازی پرمیر لیگ انگلیا زدنش باز شاهدی به چمپیونشیپ رفتنی روبهان شد. تاتنهام بعد آوردن نفری زور از لستر با آنجا نفری نازورش را روان کرد. این هم دفاعگر هری وینگسی 27 ساله می باشد که با نرخ 10 میلیون پوند استرلینگ به صف روبهان پیوست و شرطنامه 3 ساله هم به دست گرفت. خود وینگس باشد باری نخست سال 2014 در صف تاتنهام به میدان آمده در صف تیم اساسی 203 بازی گذرانید و چطور معلوم است جایزه ها را به مثال بازیگران دیگر لندنی تنها در خواب دیده است. 19 میلیونی دیگر باشد بهره خریداری دروازه‌بان امپولی گولیلمو ویکاریو از کیسه های دانیل لیوی خسیس بیرون شد. چطور اینقدر پول از کیسه این مرد که با قول مردم سخت برآمده است اولیمون تا حال تحقیق دارند. در لندن شمالی اگر دسته لیوی 2 کس را خرید و 1 بازیگر دیگر را فروخت، در چلسی باشد 5 تغییرات کادری به چشم رسید. 3 نفری نو خریده شد و 2 بازیگری شناخته به بازار برآورده شد. نخست از خریداری دیگو مریرو 18 ساله پرتغالی میگویم که چون فوتبال بازی آزاد از بنفیکا آمد. 1 دعوتکنی دیگری به پول بازیگر به چلسی با اشتراک الکس ماتوسی 18 ساله صورت گرفت. این بازیگر باشد در صف تیم جوانان نورویچ برآمد میکرد. این خریداری های گفتگی البته که برای آینده سازی می باشند ولی بر زمین ها تود بولی برای حظ 37 میلیون یورو از اسپانیا بازیگر خرید. گپ سری نیکلاس جکسون از ویلیاریال می رود که با لندنی ها شرطنامه تا سال 2031 امضا کرد. پول پرداخت شونده بهره بازیگری 21 ساله 2 میلیون از نرخش زیاد می باشد ولی طرز پرداخت آن باشد قسماً ارسال کرده می شود. جکسون در 38 بازی ویلیاریال با 13 گل و 5 پرتافت گلی از میدان بیرون شده در صف منتخب سنگال باشد از ماه نوامبر سال قبلی عضو کامل حقوق است. مز با تکیه به بازیگران جوان در چلسی نوین روبن لوفتوس-چیک به میلان فروخته شد. باشگاه ایتالیایی با نیم حمایتگری 27 ساله شرطنامه مهلتش تا سنه 30 یونی سال 2027 نوشته کرد. بیشتر گفته میشد که میلان برای این انگلیس 15 میلیون یورو به انگلیس روان کرده است. باید اشاره نمود که روبن لوفتوس-چیک دستپروری چلسی نوابسته از آن که با تیم لندنی 3 جایزه قهرمانی در چمپیونات انگلیا، لیگ اروپا و سوپر جام اویفا به دست آورده است. او هیچ وقت بازیگر هیئت اساسی نبود. ابراموویچ اگر بودن چنین دستپرورانی نالایق را طاقت میکرد تود بولی باشد با آوردن 1 کم از بازیگران دیگر و چنین نفرانی خودی فقط از احتیاط به میدان آمده احتیاج ندارد. چلسی بر زمین چنین تغییرات ها باز دروازه‌بان یک زمان تعریفیش را به خط سیری به همگان شناس روان کرد. این هم ادوارد مندی است که برای عوض 16 میلیون پوند استرلینگ از جانب الاهلی خریداری گردید. تیم لندنی چند پیش رسما از گزارش دروازه‌بان 31 ساله به الاهلی اعلان نموده شرطنامه‌اش با تیم نو باشد تا سال 2026 مهلت دارد. اخیراً 75 بازی دایر نموده در پرمیر لیگ انگلیا که با سر دادن 69 گل آورده رسانیدند به مندی کمک نکرد تا کپ را با پرگی از خط دروازه‌های چلسی بیرون کند. از یک جانب خوب هم شد که عربیان پول مصرف کن شدند زیرا برای بازیگران افریقایی این امکانیت قله آینده سازی درست می باشد. چلسی که اینقدر سرکاری را در بازار برایش اجازه داد البته که ارسنال هم حرام نمیشیند. توپچان نخست پابلو ماری خیلی هم در کاری را البته برای مونسا برای عوض 6 میلیون پوند به ایتالیا روان نمودند. در موسم قبلی ماری طریق اجاره در صف مونسا برآمد کرده 30 بازی گذرانید و 1 گل هم زد. چنین آمار برای اسپانی 29 ساله کمک کرد تا به خوشبختی در لندن دیگر امید نبندد. یکی از اساس‌ترین خریداری‌های تابستانی ارسنال باشد به چلسی پیوند است زیرا از همین تیم دسته ارتتا برای عوض بیش از 60 میلیون پوند استرلینگ حمله ور آورد. این هم کای هاورتز آلمانی است که تا سال 2028 شرف توپچیان را حمایت می‌کند. در صف ارسنال هاورتز تحت رقم 29 برآمد کرده ارزش مبلغ گزارش باشد با وجود علاوه پولی‌ها می‌تواند
تا 90 میلیون پوند استرلینگ زیاد بگردد. هاورتز 24 ساله از سال 2020 تا این جانب در صف چلسی 139 بازی گذرانید، 32 گل زد و 15 پرتافت گلی ارسالی هم دستگان نمود و بعد آن دید که در چلسی دیگر یگان بوی امید نیست، آرامانه و بدون یگان آوازه قسمت دیگری لندن را انتخاب کرد. عجایب آن است که از پولدارترین تیم‌های انگلیسی در دوام یک ماه دراز کاری بازار تابستانی تنها یک نفر خرید. اینجا البته که گپ سری منسیتی می رود که تا حال تنها ماتئو کوواچیچ را شامل تیم نموده است و خلاص. با این خلوتی سابق چلسی که بر عوض 25 میلیون پوند جمعی 5 میلیون در شکل اضافه پولی ها و صف شهری ها آمد، شرطنامه 4 ساله نوشتند. با چلسی ماتئو کوواچیچ 29 ساله البته 4 جایزه بین المللی را صاحب شده و از این پس باشد برای پپ زکی در کار شده است. همگان میدانند که گواردیولا وقتی انتخاب بازیگران کم در کم اشتباه میکند و این مورد هم میتوان گفت که وقتی خریداری کوواچیچ پپ به فشار بلندی مبتلا نبوده است. یکی از حریفان ازلی منسیتی در موسم‌های پیشین باشد این مورد، هرچند که خریداری از 100 میلیون بالا را انجام داده نمیتواند، ولی در خریداری بازیگران ارزششان دو رقمه از پیشین دیده فعالتر است. گپ سری لیورپول میرود که اول در مورد گسیل‌کنی بازیگرش میگوییم. لیورپول به خاطر کسب تجربه بیشتری بازیگر فابیو کاروالیو را به اربی لیپزیگ به اجاره 1 ساله بدون حق خریداری گسیل کرد. خودی بازیگر پرتغالی باشد تنها 13 مرتبه در موسم قبلی پرمیر لیگ انگلیا به میدان آمده 2 گل هم زده توانست، ولی بعد پخته رسیدن در آلمان به کارهای بزرگتر قادر خواهد بود. اما از خود اربی لیپزیگ باشد دسته کلوب بر عوض 70 میلیون یورو نیم حمایتگر هجومکار را خریداری کرد. این هم دومینیک ساباسلای مجارستانی است که در مسیر 5 سال اخیر در سیستم دستهای ردبول تربیت گرفته است. از سال 2018 تا 2021 ساباسلای در بوندسلیگ آستریا در دسته اربی زالزبورگ برآمد کرده، بعداً در مسیر 2 سالی بعدی در اربی لیپزیگ راهنمایی میکرد. در مسیر 46 بازی گذرانیده در صف لیپزیگ ساباسلای توانست که با 16 گل و 10 پرتافت گلی از میدان بیرون شود. اگر یادتان باشد 4 سال پیش از تیم اربی لیپزیگ نبی کیتا نیز بر عوض 70 میلیون یورو به لیورپول آمده بود، ولی چطوری همگان شاهدند دسته کلوب از خریداری این بازیگر یگان تنگ کار نکرد و به پول دیگر باره به آلمان روان کرد. اطمینان داریم که ساباسلای دوام دهنده تقدیر کیتا در انگلیس نبوده و مثال لوئیس دیاز از بازیگران مهمی دستاوی خواهد بود. وولورهمپتون هم دید که از لستر چی بازیگری ضروری که داشت غیر از وردی وفادار همگی از آنجا گریخت. کونر کودی را بر بهان بر عوض 8.5 میلیون پوند فروخت. دفاعگر با دسته رفتگی به چمپیونشیپ شرطنامه مهلتش تا سال 2026 امضا کرد. به قول خبررسان فابریزیو رومانو بر ضمن مبلغ گزارش همچنین گرگان 1 میلیون دیگر در شکل اضافه پولی ها به دست میارند. موسم آخر را باشد کودی طریق اجاره در اورتون گذرانیده در مسیر 24 بازی در پرمیر لیگ انگلیا 1 گل هم زده است. فلاریان گریلیچ باشد چون فوتبال بازی آزاد از آیاکس و هافنهایم برگشت و شرطنامه نوش تا سال 2026 عمل میکند. هرچند که یک موسم اخیر چون اجاره در صف آیاکس برآمد میکرد، گریلیچ در صف هافنهایم از سال 2017 تا 22 میدانداری نموده به آیاکس گزارش انجام داده بود. دایرکنی 10 بازی در چمپیونات نیدرلند خود از آن میگوید که توجه نسبت این بازیگر در آیاکس به مراتب کمتر بوده است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پیروز باشید.